هر آن کس که در این حلقه نیست زنده به عشق، برو نمرده به فتوای من نماز کنید. هر انسانی که در این چنین وضعیت به جای از اینکه مثال حرف صلح‌آمیز بزنه، میره مثلا آتش جنگ بیشتر میافروزه. اونمو انسان ها مرده. لااقل این انسان های دیگه یک ذره زنده هستن که دلشان میسوزه به حال مردم، به حال انسان، به حال او مادر مظلوم، به حال او کودک مظلوم. و بیشتر کودک ها و زنا را به این خاطر محور بحث قرار دادیم که اینا خود مظلوم، این خود چیزی نکرده. بزرگا، بچه های جوان، به اصطلاح شماها البته اونا هم زیادشون مظلوم هستن. میره برای ناموس خود نان حلال پیدا کنه، لبش هم خشک، شام بر میگرده خانه، سقف خانه را بالای خودش و فرزندانش فرو میریزی. اونمو هم خب مظلوم هست. حرف برای گفتن زیاد شاید کافی باشه برای ملت جهان. میگه اگر در خانه کس هست، یک نقطه بس است. خدا یادتون نره.